دادگاه سینای شهر دوشنبه امروز محاکمه قدمجان صفیزاده مدیر سابق مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان را همراه 6 نفر دیگر ولی انیقتر 8 نفر دیگر امروز آغاز کرد. در این مرافعه عیبدار کننده دولتی، نزدیکان عیبدار شونده ها و وکیلان این 8 نفر شرکت داشتند. آن طرزی که پیشتر گفتم در کرسی عیبداری این 2 نفر، یکی رئیس شعبه تامینات تکنیکی شرق آزاد قربان فیضلی زاده و دومی یک ساکن شهر دوشنبه فیض‌الله خوجایف هستند. این 2 نفر نیز در طبق این ماده ها عیبدار دانسته می شوند. در مرافعه امروز سودی سینا از هر یک عیبدار شونده سوال داد که آیا بر اساس 4 ماده که آنها گناهکار دانسته میشن خود را عیبدار میدانند. در برابر این پرسش قدمجان صفیزاده، قربان فیض‌الله زاده و فیض‌الله خوجایف خود را بیگناه حسابیدند و گفتند که اصلا گناهکار نیستند. ولی 4 نفر دیگر که اصلا کارمندان شرکت بیلاین تاجیکستان هستند، آنها گفتند که قسما، یعنی تنها در مورد ماده صاحبکاری غیرقانونی خود را گناهکار می حسابند، در مورد 3 ماده دیگر آنها خود را عیبدار نمیدانند. ضمن این مرافعه وکیل مدافع این گروه رستم حکیموف با یک پیشنهاد اظهار داشت که آنها میخواهند که باز یک مراتب دیگر در نسبت عمل اینها و تفتیشاتی که در نسبت اینها انجام داده شده است یک تشخیص دیگر انجام داده شود، زیرا اینها 2-3 تشخیصی که یکی از طرف دادستانی کلی تاجیکستان و دیگری از طرف خدمات علاقه انجام داده شده است شبهه برانگیز می‌حسابند. از این رو آنها خواهش کردند که یک تشخیص دیگر انجام داده شود و در جریان این تشخیص متخصصان فرقه 201 روسیه در دوشنبه حضور داشته باشند. همین طور دادگاه سینای پایتخت اظهار راضیگی داد که این گونه تشخیص انجام داده شد و اون نمایندگانی که اینها پیشنهاد کردند در جریان این تشخیصات یعنی حضور داشته باشند. این را هم باید برای شما بینندگان عزیز باید بگویم که طرف جبر دیده در این مرافعه دادگاهی شرکت بیلاین تاجیکستان و تکام می باشند که بر اساس تفتیشاتی که از جانب دادستانی کلی تاجیکستان انجام داده شده است، این گروه 8 نفره برای از خود نمودن مبلغ هایی که طریق ترمیناسی رقم ها و زنگ های تلفنی انجام دادن گویا بیش از $6,000 را اینا از خود کردند. اما همین گونه یک تشخیصاتی که از طرف خدمات علاقه انجام داده شده است گویا این گروه 8 نفره حدود 8 میلیون سامانه را از خود کردند و به همین خاطر وکیلان مدافع عیبدار شونده ها اظهار شبهه نمودند و خواستند که یک تشخیصات دیگر علاوگی انجام داده شود. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.